من نمیفهمم دوستای عزیز، آیا شما متوجه از این گپ شدین یا خیر؟ با سلام و درود خدمت تک تک شما دوستان عزیزم. امیدوار هستم هر کجایی که هستید جور و سر حال بوده باشید و شما را به یکی از ویدیوهای جدید خود خوش آمدید گفته. اگر شما عضو جدید هستید لطف نموده کانال ما را سابسکرایب کنید و علامه زنگوله را هم فعال داشته باشید تا هیچ یک از ویدیوهای جدید ما را از دست ندهید. من نمیفهمم دوستای عزیز، آیا شما متوجه از این گپ شدین یا خیر؟ دنیای پسرها واقعا چرخه عجیبی داره. وقتی که نوجوان هستند به این فکر میکنن که گویا پدرشان اونقدر عاقل و باهوش نیستند که زندگی خود اداره بکنه و پول درآمد کنه. با گذر زمان امی فکرشان نسبت به پدرشان تغییر میکنه و هر قدر که بزرگ شده میره این پسرها احترامشان نسبت به پدرشان زیادتر میشه. دلیلش صرفاً این نیست که اینا بزرگ شده میرن، دلیلش این است که واقعا درک میکنن که مرد بودن چقدر سخت است و وزن واقعی مسئولیت را حس میکنن که چقدر سنگین است و البته وارد دنیای واقعی میشن که در اوجا پول درآمد کردن بسیار زیاد مشکل است. ناگفته نمانه که این احترام پسرها زمان به حد اکثر میرسه که دیگه تشکیل خانواده میتن و زمانی که پسرها تشکیل خانواده دادند در یک مرحله قرار میگیرن که تمام عقایدی که نسبت به پدرشان داشتن و تمام باورهایی که نسبت به پدرشان داشتن همه ناپدید میشن و همه از بین میرن و در اینجا است که پسرها رجوع میکنن که ای کاش با پدرشان مهربانتر بودند و به می شکل این چرخه دوام پیدا میکنن. بله دوستای عزیز، فراموش نشود که پدر یکی از مهمترین فرد زندگی ماست که بزرگترین تکیه‌گاه است. تنها کسی که ما را میخواهد از خود کده بالاتر ببینه و موفقیتش را ببینه و از خود کرده موفقتر ببینیش تنها او پدر است که میخواه همیشه اولادش از او کده بهتر باشن. اگر این ویدیو خوشتان آمد لطف نموده لایک کنید و اگر شما عضو جدید هستید فراموش نکنید که کانال ما را سابسکرایب کنید و علامه زنگوله را هم فعال داشته باشید تا هیچ یک از ویدیوهای جدید ما را از دست ندهید. تا درود بعد، بدرود.